مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 سپتامبر سال 2011 و جدول تصدیق نموده رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده اوید به برگزاری نشست‌های مطبوعاتی در مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها، سرریاست و ریاست‌ها، تشکیلات و اداره‌ها و مؤسسه‌ها روز 26 ایول نشست مطبوعاتی رئیس شهر اصفهان بهاءالدین بهادرزاده برگزار گردید. سرآغاز رئیس شهر اوید به رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان در نیم ساله اول سال 2023 گزارش مختصر پیش آورد. ضمناً گفته شد که در دوره حساباتی نقشه قسم درآمد بودجت دولتی 106% تامین گردیده به بودجت به جای 76 میلیون و 563 هزار سامانی 80 میلیون و 931 هزار سامانی وارد کرده شد که این نسبت به نقشه 4 میلیون و 368 هزار سامانی و در مقایسه به همین دوره سال گذشته 7 میلیون و 983 هزار سامانی زیاد می باشد. نقشه قسم درآمد بودجت محلی به اندازه 150.9% اجرا شده با آن 57 میلیون و 257 هزار سامانی داخل گردید که افزایش نسبت به نقشه 3 میلیون و 192 هزار سامانی و در قیاس با سال گذشته 4 میلیون و 532 هزار سامانی را تشکیل نمود. در نیم سال اول سال جاری به مبلغ عمومی 276 میلیون سامانی محصولات صنعتی استحصال کرده شد که در قیاس با سال پیشین 30 میلیون سامانی زیاد بوده. سرعت رشد استحصالات 112.5% تأمین کرده شد. استحصال محصولات در 59 کارخانه‌های صنعتی در قید آمار بوده و 162 میلیون سامانی برابر گردید که افزایش آن در مقایسه به همین دوره سال گذشته 5.6 میلیون سامانی را تشکیل نموده. سرعت افزایش با 104% برابر گردید. حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری در این دوره 356.1 میلیون سامانی را تشکیل نموده. سرعت افزایش آن 127.5% تأمین شد. در دوره حساباتی به مبلغ 212.9 میلیون سامانی محصولات رستنی پروری، 155.6% نقشه و 143.2 میلیون سامانی محصولات چاروا پروری، 100.6% نقشه استحصال کرده شد. سپس به ژورنالیستان امکان داده شد تا سوال و درخواست و پیشنهادات خود را منظور نمایند. همین ذیل نمایندگان واسطه‌های اخبار عمومی جمهوریوی ولایتی و شهری، شبکه‌های تلویزیونی، تلویزیون و رادیوی اصفهان، سفینه، سیمای مستقل یکم، نشریه‌های منبری خلق شعله امید، حقیقتی سوخت، نسیم اصفهان، امروز، خزینه معرفت، کیهان، آژانس‌های اطلاعاتی آزیا پلاس، سپوتنیک و رادیو آزادی به سوال و پرسش‌های خود وابسته به رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق در شهر اصفهان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجوده، روند کارهای سازندگی و بنیادکاری به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، وضع منطقه‌های نزد سرحدی، روند صنعتی کنانی و فعالیت کارخانه‌های صنعتی، نقشه و نیت‌های من بعد سازنده و آبادکارانه رهبریت شهر و امثال این پاسخ‌های مشخص گرفتند. در نشست نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، سردار ریاست اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت قاسم زاده شرکت داشت.